چجوری عاشق همدیگه شدید؟ تو به پسرمون ندین ما یک خونی مندازیم. پس شما رو به زور ازدواج کردی؟ ما چند سالگی یادمون نمیاد که ما چند ساله مثلا ما ازدواج کردیم. آش خانم از محمد رحیم از حاج آقا خاطره چیزی داری بگی؟ دوستش داشتی حاج آقا را؟ خود دوست که داشتیم اما میزدن. مرد سالاری بوده دیگه. اما نون از گندم هم چوب برمی داشتیم. همین حال باز هم دوستشون داشتین درسته؟ خود زندگانی بله. باید را بره. زندگانی ما خوب شد. لا 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 گل باغا بابا رفته از زن بگیره نه نه از خواسته میمیره. نصیحتی برای جوانه امروزه، برای دختر پسرها، برای عروس دامادا. بنن این زمان بچه های این زمان هیچی میگن اینا بیرن اینا حرف اینا در نمیخوره. گوش نمید. قدیما مثل الان که مثلا لباس مده گوشی مده، قدیما چی مد بوده؟ قدیم به خود زحمت کشیده زحمت میکشیده غیر زحمت هیچی نبود. چه به دست ما میامد همیشه پشت ما بود. ما هم مرد بودم هم زن یاد نداشتیم چای چیه ما چای نمیخوردیم. فطیر روغن درست میکردیم صبح بلند میشدیم فطیر رو با مسکه توی کاسه منداختیم آب میکردیم مخوردیم مرفت زور نمی آمدیم خانه نونم پیدا نمی کردیم رفتیم گندم کوبیدیم می آوردیم با چی خراسای چی تو مدادیم آرد میکردیم می آوردیم فطیر درست میکردیم. ترم الان چای دو اینم چای خوشمزه اینم دو اینم بخونه نش جانه خکنه دست شما درد نکنه. نوکره واجه هم